مینا و پلنگ افسانه‌ای واقعی تو کمتر از 200 سال پیش. تصورش کن، نیمه شب روستای کندلوس در سکوتی وهم‌آلود فرو رفته. مه سنگینی از دل کوه‌ها بالا میاد. باد لابلای درخت‌ها میپیچه و اونجا چشمانی سرخ از دل تاریکی برق میزنند. پلنگی آروم و بی صدا به سمت روستا حرکت میکنه. از درخت توت کهنسالی بالا میره، اما نه برای شکار. اون مجذوب صدایی شده، صدای مینا. سلام رفقا، خوش اومدین به یک داستان عجیب و شنیدنی دیگه. امشب یه افسانه قدیمی و پر رمز و راز از دل جنگل‌های کندلوس رو براتون آوردم. اگه به داستان‌های عاشقانه، تراژیک، رازآلود و افسانه‌ای علاقه‌مندین، حتما این ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها نظرتون رو بنویسید. و البته اگر دوست دارین بیشتر از این سبک داستان‌ها بشنوین، کانال رو حتما سابسکرایب کنید. حالا آماده این؟ بریم سراغ قصه مینا و پلنگ. روستای کندلوس یه جایی وسط کوههای مازندران با اون جنگل‌های انبوهش که اکثر اوقات توی مه فرو رفته، انگار یه دنیای دیگه است. و اونجا توی کلبه قدیمی که هنوزم پابرجاست، دختری زندگی می‌کرد